السلام علیکم داملای شیرین سخن. مادر من میگوید که سحر بر وقت خیستی اول دروازه را بکشا، فیض و برکت در خانه امان عطا می شود. بسیار سخن خوب گفتند. سحر بر وقت خیستن این عادت هر یک مرد مسلمان و زن مسلمان است. سحر که امیر صبح که دمید، وظیفه هر یک مرد مسلمان و زن مسلمان این است که از جایگاه خواب بسم الله الرحمن الرحیم گفته خیزند و به سوی حمام روان شوند از پی طهارت و از پی عبادت سحر. این البته عادت گوییم یا این گوییم وظیفه هر یک مرد و زن مسلمان است. سحر خیزید، دروازه تان کشایید، البته فیض و برکات در خاندان شما نازل می شود. لیکن دروازه را کشایی و خواب کنی نماز تنخانی، اینجا بلا و آفت می آید، فیض و برکت نمی آید. دروازه کشاده هم که باشد از خدا نترسی، دروازه کشاده هم باشد تو به حرام های پروردگار اگر اطاعت پروردگارش باشد. ولی سحرها میگذره، مثال گوییم بر وقت که میخیزیم نظر میکنی مثال اکثر مردم خوابند. بعضی خانه های را میبینی که خدا را شکر که خدا ترس که هستند، میبینی الکی پس های همون بانگ هاشون آب شپیدگی و رفتگی هستند. خوش به حالشان باور که همین وظیفه را هر کدامت باور کن در خانه اولین درجه بگذار که سحر از پاکیزه کردن پس دروازه اگر در سکسیه ها زندگی کنین، رفتن همون پدیزداتان این حتمی و ضرور است. اگر در خانه های محلی باشین پس های بانگ آب شپیده رفتن، به خدا قسم این آدم خیلی آدم ایماندار است، زیرا که تازگی این خودش از اسلام است. حبیب خدا میگوید که النظافت تدعو الى الایمان والایمان مع صاحبه فی الجنه. ببین، النظافت تدعو الى الایمان، نظافت پاکیزگی این چی است؟ آدم ایماندار میخواند، با ایماندار آشنا هست تازگی و آدم ایماندار باشد همراه ایمان همراه صاحبش در جنت است. برای همین بسیاری بسیار در تازگی اهمیت دین، خصوصا حتی در لباس هاتونم، در لباس پوشی هم. من جمعه پیشین یک حدیث را خواندم، شاید که اکثریت شما نشنیده باشین. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من کبر. کسی اگر در وجودش به منزله یک دانه ارزن اگر کبر داشته باشد، پروردگار او را جنت نمی درآورد. جنت بر آدم تکبر حرام است. آدمی که فخر میکند، آدمی که گردن بلندی دارد، ولی بسیارتر همین فخر و گردن بلندی از همون آدم هایی که گوییم امروز صاحب دولت هستند، صاحب شرایط های خوب هستند، بسیارتر تکبری از اونها هست. آدمی کمبغل معلوم است که بیچاره ایش تکبری هم کردن نمیتواند. با چی تکبری میکند؟ گفته حضرت عبدالقادر بیدل که تواضع زی گردن فرازان نکوست. اگر آدمی گردن فراز، آدمی که خدا دولتش داده است، پولش داده است، خانش داده است، خوش به حالش، ما طرف داریم. ما دعا میکنیم که خدای مهربان همه مسلمان ها را با دولت کند، صاحب ماشین کند، صاحب مثال پول و مال کند، صاحب خانه های بلند آشیانه شان کند. ما طرف داریم، اسلام هم طرف دار است. لیکن در برابر این قدر نعمت الله تکبری کردن، این خودش الک کفران نعمت است. این غضب پروردگار را بیدار میکند. حضرت بیدل همین را گفتن که تواضع ز گردن فرازان نکوست، گدا را تواضع خوی اوست. آدم گدا خودش الک با تواضع است. همین تواضع خاکساری آدم با دولت میزیبد. گفت حبیب خدا گفتن کسی در وجودش اگر به منزله یک دانه ارزن کبر داشته باشد، وارد جنت نمی شود. فقال الرجل ان الرجل یحب ان یکون ثوبه حسنا و نعله حسنا. یک مردی از جاش خیست، بسیار فرمه های قیمت داشت، بسیار کرته قیمت داشت، گویم بسیار یک توفلی قیمت داشت. امروز جوانا هستن که دوست می‌دارن که لباس های قیمت پوشند. مثلا با لباس آدمی با دولتی از میگد من لباس 50 سامانه را نمیپوشم، مایلش خوش به حالش. این قیمت پوشیدن برای آدمی با دولت میزیبد.
بعضی آدمی با دولتی هست میگوید که مثال برای من همین ماشین هایی که حکومت شوروی برآورده است معقول نیست، من میخوام بهترین بلندترینش تصور شم، حق توست، مرحمت، او برای تو حلال است، درست است، زیرا که شرایط تو به او میرسد. این ضلالی ندارد. میگه یک مرد از جاش خیز گفت ای حبیبی خدا، این لباس هایی که من دارم $1000 این توفلی که من دارم از $500 بالا هست، لیکن فخر به این ندارم، فخر ندارم که لباسی من $1000 است و پای افضلای من $500 است. من به این فخر ندارم، فقط دوست می‌دارم که لباس قیمت در بر کنم. حبیبی خدا چی گفتن؟ ان الله جمیل یحب الجمال. حبیبی خدا گفتن خوش به حالت گفتن. دولت داری؟ گفت دولت دارم، بای به دولت هستم. گفت بای به دولت که باشی؟ گفت خداوند خودش خوشروی است، خوشروی ها را دوست می‌دارد. الله خودش گفت جمیل از زیبا هست، زیباها را دوست می‌دارد. گفت این لباسی تو گفت معنای کبر ندارد. الکبر بطر الحق و غمت الناس. حبیبی خدا چی گفتن؟ گفتن کبر این است که بطر الحق، در برابر فرمان پروردگار آدم سرکشی کند. خدا میگه نماز خوان، میگه نمیخوانم. الله میگه تو پولدار زکات ده، زکات نمیگوید. الله میگه ماه رمضان نزدیک شد، روزه بگیر، روزه نمیگیرد. سرکشی در امر پروردگار دارد. این کبر است. و غمت الناس، و مردم حقیر شماریدن. وقتی که دولت و سهولتش زیاد میشود، بعد مردم چیکار میکند؟ این مردم میگه در ما و شما یک مثل تاجیکی میگن پوف پوفی بنده خاکی میگوید، یعنی مقصد که دیگر الله که از حد اعتدال میگذرد، دیگر فکر نمیکند که یک 10 سال یا 5 سال پیش کی بود وای خودش، اینشا فکر نمیکند. برای همین پاکیزگی این از ایمانداری هست. باید که خانه ها تا برادرای عزیز، بیرون های کوچه‌تان تازه باشد. باور کنین از اسلام است. ما شما را وقتی بها میتونم که اگر همون جویبار پسی دروازه تازه باشد، باور که همون هم ایمانداری است. ایمانداری نیست که تو 5 وقت نماز خواندی و با همون لباس های بویناک و چرکین و با همون خانه گویم پر از گرد و چنگ رفته خواب کنی، همین ایمانداری باشد. نه، این ایمانداری نیست. بازم این عبادت ها باید لباس تازه باشد. ما و شما امروز در تاجیکستان ما مختصر مشهور است، کتاب مختصر. همین صاحب مختصر میگد و فی سیاه بالبذلتی، در باب مکروهات نماز میگد حتی لباست اگر چرک باشد با اون نماز نخوان که نمازت ثواب ندارد. چرک باشد، اگر لباست بویناک باشد با اون نماز نخوان که نمازت ثواب ندارد. میگد صاحب مختصر میگوید. صاحب مختصر هم از کجا میگوید؟ از حدیث های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید. شما وظیفتان این است که پیش از جمعه آمدن حتی شما باید با صابون ها بدن هاتون شوین، آن چیزی که زیادیه که در وجود شما تازه کنین، تراشین، پرتاین، بدن هاتون خوشبوی کنین، آمده در نماز جمعه اشتراک کنین. انا این نشانه ایمانداری شما است. این وظیفه های پیش از جمعه شما هست. ولی در پهلوی بعضی نشسته نمیشود دیگر. یا جویره بو میکند، یا بدنت بوی میکند، یا همون پشمای زیر کشت مثال تازه کردگی نیست. یعنی مقصد در برت نشسته نمیشود. یالا که علامتی چی است؟ علامتی ضعیف ایمانی تو است. تازه کو بدن تا، پاکیزه کو. هر حالت مرگ به بالای تو می آید. مردشوی های را دیدم که تنقید کردن که زیر کشش تازه نیست، زیر نافش تازه نیست، طعنت میکنن، مرده تا طعنه میکنن. برای همین هر یک حالت مرگ به سراغ شما می آید. بدن هاتون تازه باشد، خانه هاتون تازه باشد، جای خوابی که میکنین همون جای خوابت باید تازه باشد. برادرای عزیز این بسیار چیزی مهم است. الحال امروز ما و شما در روزهای عید قرار داریم، میدانین همه. فردا پس فردا عید است. امروز مهمان های زیاد الحمدلله ما هم داریم. الان در مسجد ما هم نشستند. این مهمان ها را ما و شما حبیب خدا چی گفتن؟ من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. کسی ایمان بر خدا و ایمان بر روز قیامت دارد مهمان اکرام کند. اکرام چیست؟ اکرام همون گوشت گوسفند آورده در پیش مهمان، شکم مهمان سیر کردن دست و خلاص؟ نه.
بلکه طبق تازه باشد، بلکه چاینی که چای تازه باشد، باید پیاله های همون چای میدادگی تازه باشد، باید دسترخوان تازه باشد، باید که همون دستمال هایی که در همون دسترخوان ها میپرتایین که برای یک معرکه کلان یک تا دارین، باید دسترخواناتون پر از دستمال باشد. امروز همه خراجات های به معنی در رفتین، همون 4 تا دستمال یافتن نمیتونین. در یک دسترخوان کلان یک دستمال دور میگردد، هم به او دست میشوییم، هم به او بعد خوراک پاکیزه میکنیم، هم به او بعضی با شخصانی در همون جامعه پیدا میشود که با او با بینیش تازه میکنه، لبش تازه میکنه، با ما گرفته دست همون میشکیم. پنجشنبهگی را میتونی، 40 کرده میتونی، سال کرده میتونی، 4 تا دستمال خریدن نمیتونی. میتونی. ما امروز طلب میکنیم، میتونی تو. ما گفتیم که نکن، کردی. امروز ما در هر خانه که نشستیم طلب میکنیم که دسترخوان پر از دستمال کن. زورت میرسد، همه شرایط داری تو. اگر نمیداشتی این معرکات نمیکردی. نداری، هیچی نداری و با قرض قواله کردی سید. بگذار قرض کن، دستمال بخر، مردم تامین کن. قرض کن. میبینیم که کنی کی را زور میآید. آن امتیازهایی که اسلام دادود اجرا نکردی، مرحمت جفاش کشیدن بگیر. برای همین پاکیزگی از اسلام است برادرای عزیز. حتی ناخونهاتون نگاه کنین، پیش از نماز آمدن ناخون تا نگاه کن. در بعض معرکه در بری گویم یا یگان موی سفید هم باشد، موی سفیدا هم قهر نکند، موی سفیدا هم شکر خدا، اونا هم بنده خدا هستند، خودش نمیتواند باید دختر و بچهش تازه کند. در پهلوش میشینی یا بچه جوانه میبینی حتی ناخونها دویدگی، خوراک خوردن نمیتونی. از کجا دیگر در او طبق پیغمبر خدا گفتند در طبق خورین. چقدر دست ها زیاد شود همون قدر در طبق برکات می شود. لیکن امروز دست هایی که ما داریم دیگر در او طبقات فیض نیست، برکات نیست.